قصه گو قصه میگه، قضاوت با شماست. مهتاب هستم، اینجا کانال قصه گو. خیلی ممنونم که روی این ویدیو کلیک کردین و همراه هم شدین برای شنیدن این داستان جذاب. فقط خواهشمندم لایک ویدیو فراموشتون نشه و در آخر اگه از داستان لذت بردین حتما برام یه کامنت خوشگل بذارین تا کانالمون مخاطبین بیشتری پیدا کنه. بریم با هم روایت جذاب امشب رو بشنویم. اسمش یونس بود. اولین بار که دیدمش آفتاب تازه افتاده بود روی شاخه های درخت توت و من داشتم با دستهای خیس گلهای یاس رو توی دامنم جمع می کردم. صدای پای کسی که از راه خاکی کنار باغ میگذشت توی سکوت صبح پیچید. سرمو که بالا آوردم دیدمش. پسر قد بلند و آفتاب سوخته‌ای بود با دستهای پینه بسته و چشمهایی که انگار یک کوه قصه و آرزو توش قایم شده بود. چشم تو چشم شدیم. من خجالت کشیدم، سرمو انداختم پایین، اما دلم همون لحظه از جا کنده شد. یه چیزی توی اون نگاه بود، نه جسارت یه مرد، نه پررویی یه پسر، یه جور احترام، یه جور تعجب. انگار خودش هم نمیدونست چرا نگاش اینقدر طولانی شده. همونجا گوشه دل من یه چیزی جرقه زد. بعد از اون روز هر بار که یونس از کنار باغ رد می شد من حواسم جمع می شد. با صدای پاهاش گلچینیمو کند می کردم یا الکی دلا می شدم که مبادا نگاهم باهاش قفل شه. ولی خدا می دونه دلم چطور هری پایین می ریخت وقتی صداشو می شنیدم. یه روز درست وسط ظهر اون صدای بم مردونش پشت درخت توت پیچید. خانم گل، چرا وقتی گلا رو میچینی خودت از همشون قشنگتر میشی؟ قلبم وایساد، نفس نکشیدم، نمیدونستم بخندم یا فرار کنم. ولی یه چیزی توی صداش بود، بی خطر، شبیه ترانه‌ای که با دل گفته شده باشه. یه لحظه نگاش کردم، چشمش برق میزد. آروم گفتم اگه پدرم بفهمه دیگه گلی نمیمونه که بخوام بچینم. لبخند زد، یه لبخند آروم با مزه احترام. اگه خدا بخواد یه روز میام گل باغ دلت رو از خودش اجازه میگیرم، نه از تو. بعد از اون قرارای ندیده بینمون شکل گرفت. اون از کوه که پایین می اومد حتما یه شاخه گل وحشی لای انگشتاش بود. منم یه تیکه نون خشک یا گاهی یه نخودچی کشمیش از لای دیوار براش پرت می کردم. شبا پشت دیوار حیاط وقتی همه خواب بودن صداش می اومد نازگل، من دل ندارم دیگه، دادمش به تو، اگه نگهش نداری میشکنه. یه شب بی صدا از پنجره اتاقم براش یه پارچه دوخته شده انداختم پایین. روش با نخ قرمز نوشته بودم تو صدای سکوت منی، کسی که حتی وقتی چیزی نمیگم دلم براش فریاد میزنه. یونس با دستای خودش کنار چشمه سنگ گذاشت، آلونکی ساخت، اسمش رو گذاشت خوابگاه یاس. گفت هر وقت اونجا میشینه بوی نفسهای منو حس میکنه و من هر شب سرم رو روی بالشت میذاشتم، چشمامو میبستم و با خودم میگفتم نازگل، اگه قرار عاشق شی، اگه قرار اسم تو با یه مرد گره بخوره، بذار اون مرد کسی باشه که به نگاهت احترام گذاشت، به دستات، به ترسات و به دلت. اسمش یونس بود و من نازگل اون روزها از همون نگاه اول دیگه نازگل سابق نبودم. آدم وقتی عاشق میشه دیگه شب و روز براش یکیه. من نازگل اون سالها رو نه با تقویم میشمردم نه با عید و فصل. من روزامو با دیدن یونس حساب میکردم و شبهامو با شنیدن صداش که بی صدا از پشت دیوار حیاط صدام میزد.
یه گوشه از دیوار باغ پایین تر از بوته های یاس یه حفره کوچیک درست کرده بودیم، نه برای فرار، نه واسه قایم شدن، فقط یه راه کوچیک واسه نوشتن دلتنگیامون. یونس گاهی یه برگ سبز توش میذاشت، روش با چاقو نوشته بود دلم برات تنگ نازگل. و من گاهی یه تیکه پارچه دوخته شده، یه سنجاق سر قدیمی یا حتی یه برگ خشک شده یه گل یاس. یونس گاهی از کوه برمیگشت، دستش زخم بود، صورتش آفتاب سوخته، ولی لبهاش همیشه یه لبخند آروم داشت. من از پشت پنجره اتاق با گوشه چادرم براش دست تکون میدادم، اونم دستشو روی قلبش میذاشت و سرشو میبرد پایین، انگار میخواست بگه جونمم فدای یه نگاهت. یه شب که ماه کامل بود، یونس یه یادداشت برام گذاشت توی همون حفره پنهونی: فردا غروب بیا کنار چشمه، فقط واسه چند لحظه. میخوام چیزی بهت بگم که تو قلبمه، سالهاست. همه ی روز فردا قلبم مثل گنجشک میزد، 1000 بار پیرهنم رو عوض کردم، آخرش یه چادر ساده انداختم سرم، راه افتادم سمت چشمه. یونس اونجا بود، نشسته بود روی سنگ با یه شاخه گل نسترن توی دستش. تا منو دید بلند شد، یه قدم اومد جلو، لباش میلرزیدن ولی صداش محکم بود: نازگل، من مرد شجاعی نیستم، نه به اندازه پدرت زمین دارم، نه اسمم توی ده سنگینه، ولی قلبم پاکه و فقط واسه تو میزنه. اگه یه روز بخوام با پدرت حرف بزنم، میدونی چی میگم؟ میگم نازگل همون گلیه که وقتی بوییدمش دیگه هیچ عطری دلم رو نگرفت. چیزی نگفتم، سرمو انداخته بودم پایین، اشکام بی صدا ریختن رو چادرم. آروم گفتم یونس، اگه همه دنیا بگن نمیشه، اگه رسما و خانا و ترسا هم راه رو ببندن، بازم دلم تو رو انتخاب میکنه. اون لحظه انگار ماه نزدیکتر شد، آب چشمه زلالتر شد و ما عاشقتر شدیم. از اون شب به بعد همه چیز پنهونی بود، اما واقعی تر از هر چیز دیگه. زیر درخت آلبالو، سایه دیوار کهنه طویله، پشت آغل، کنار رود، جایی که فقط یه دل عاشق میتونه توش پناه پیدا کنه. بوسه‌ای نبود، آغوشی نبود، اما نگاه‌ها قصه میگفتن. گاهی می نشستم کنار نخریسی، پر نخ رو می کشیدم و یاد جمله هاش می افتادم: نازگل، اگه یه روز تو رو ازم بگیرن، من دیگه آدم نمیمونم، میرم از این ده، از این خاک، ولی دلم همیشه پیشت میمونه. و من تو دلم میگفتم منم اگه تو نباشی تو این ده اسیر میشم، تو رسمایی که بوی عشق نمیدن، فقط بوی قدرت میدن. ما نازگل و یونس تو دل خاک بزرگ شدیم، ولی عشقمون آسمون داشت و خدا میدونه چقدر نفس کشیدن تو سایه پنهونی این عشق هم زیبا بود هم نفسگیر. اون روز همه چیز یه جور خاصی بود. آسمون صافتر از همیشه بود، پرنده ها بیشتر میخوندن و من دلم یه چیزی بین ترس و شادی بود، یه چیز عجیبی که از صبح زیر پوستم وول میخورد. مادرم از صبح زود بیدارم کرده بود: نازگل پاشو، امروز شب خواستگاریته، باید مثل دخترای خانزاده بدرخشی، حتی اگه دل ما رعیتیه. چادر گلبهی قدیمیمو تنم کردم، گیسامو با روبان سفید بستم. تو آینه کوچیک خودمو نگاه کردم، نه برای قشنگ شدن، برای اطمینان از این که این نازگل همونیه که عاشق شده، همون دختری که به نگاه یونس دل بسته. اون شب صدای پچ پچ زنها و خنده های نصف نیمه خونه ما رو پر کرده بود. من تو اتاق پشت پرده نشسته بودم، اما صدام پیش یونس بود. صدای پدرم اومد: خب پسر کربلایی، چرا اومدی اینجا؟
صدای یونس، وای که صداش چقدر مردونه شده بود، محکم و خالص. اومدم برای نازگل. 3 ساله که دلم با دل اون گره خورده. اگه خدا بخواد میخوام رسمیش کنم با اجازه شما. قلبم مثل طبل میکوبید، لبام خیس عرق بود. صدای مادر یونس اومد، با مهربونی گفت ما نازگل رو دوست داریم، مثل دختر خودمون. میخوایم بیاد توی خونمون چراغ بشه. همه چی خوب پیش میرفت تا وقتی صدای خشدار خان از ته حیاط پیچید. پس یادتون رفته رسم ده چیه؟ هر دختری که قرار شوهر کنه قبلش باید شب اول بیاد پیش من. حق منه، حق خان. اون لحظه احساس کردم دیوارا دارن روی سرم خراب میشن. پاهام سست شد، دستام یخ کرد. مادرم آروم پشت در گفت نازگل، میدونی این یعنی چی؟ نه؟ آره، یعنی باید از یونس بگذرم. یعنی قلبمو با دست خودم پاره کنم. یعنی عشق تو این ده حرومه. اون شب یونس فریاد زد نازگل مال خودشه. ناموس هیچ مردی نیست جز خودش. من نمیذارم کسی بهش نزدیک شه، حتی اگه بخوام جون بدم. خان خندید، خنده‌ای که بوی زور میداد، بوی قلدری. یا رسم رو قبول میکنی یا از این ده میری، بی زن، بی زمین، بی حق. من اون شب برای اولین بار فهمیدم عشق فقط گل و لبخند نیست. گاهی خنجر میشه، گاهی زخم، گاهی تصمیم سخت بین بودن با کسی که دوستش داری و موندن تو دنیایی که دوستت نداره. اون شب تا صبح نخوابیدم. به صدای گریه مادرم گوش دادم، به سکوت تلخ پدرم، به فریاد خفه شده یونس که از پشت در شنیدم. نازگل، اگه نخوای منو فراموش کن، ولی بدون هیچ وقت ازت نمیگذرم. حتی اگه از این ده برم دلم پیش تو میمونه. و من بین اون همه تاریکی توی دل خودم قسم خوردم من از تو نمیگذرم یونس. اما قبل از این که زن خان بشم، قبل از این که عشق رو ازم بدزدن، یا از این ده فرار میکنم یا از این دنیا. اون شب همه چیز فرق داشت. نه آسمون مثل همیشه بود، نه سکوت شب. حتی صدای سگ‌های روستا هم انگار دلنگرون بودن. از صبحش تصمیممو گرفته بودم. دل بریدن آسون نبود، ولی موندن سخت‌تر بود. یونس توی همون حفره کوچیک کنار دیوار یه یادداشت گذاشته بود. نیمه شب کنار آسیاب قدیمی، تنها نیا، چادرت رو محکم ببند، راه دور و سختی در پیش داریم، اما آخرش تویی. تا شب 100 بار اون کاغذ رو خوندم. بوی خاک و بارون گرفته بود، مثل دستای یونس. وقتی خونه ساکت شد، مادرم تو اتاق بغلم کرد. لباش میلرزید ولی چیزی نگفت. فقط گفت برو، برو دخترم، شاید سهم تو اینجا نیست. اگه موندی عشق میمیره. اگه رفتی شاید یه روز عشق زندگی رو زنده کنه. بوسیدم دستاشو و با دلی که مثل قلب گنجشک میزد از در زدم بیرون. باد شدیدی می اومد. آسمون پر از ابر بود و ماه. انگار خودش هم قایم شده بود که کسی نازگل رو نبینه. رد پاها رو توی خاک نمیذاشتم. پا به پا میرفتم، پشت درختا، پشت سایه طویله ها، تا برسم به آسیاب. یونس اونجا بود. چادرم رو که دید جلو اومد. نگاهش تاریک بود ولی محکم. آماده ای؟ نه. ولی اگه قراره کنار تو باشم همه ترسامو تو دلم قایم میکنم. تا رسیدیم پشت تپه صخره‌ای، صدای اسب اومد از دور. مشعلها، فریاد، صدای خان. نازگل دزدیده شده. دختر باید برگرده. اون ملک منه.
قلبم یخ کرد. دست یونس رو چسبیدم. نزار بگیرنم. من میمیرم اگه اون شب لعنتی شروع شه. یونس توی تاریکی بغلم کرد. صداش آروم بود ولی مثل شمشیر. تا وقتی نفس میکشم نمیذارم کسی بهت دست بزنه. قول میدم نازگل. قول یه مرد عاشق. تا صبح دویدیم. از کوه، از جنگل، از رود گذشتیم. تنمون زخمی شد، پا خسته، ولی دلمون پر از نوری بود که فقط یه عشق واقعی میتونه روشنش کنه. با طلوع آفتاب به دشت پشت کوه رسیدیم. یه خونه کاهگلی دور از همه. پناه یه پیرزن تنها که مادر یونس از قبل باش هماهنگ کرده بود. وقتی پامو گذاشتم اونجا نفس عمیقی کشیدم. برای اولین بار بدون ترس، بدون سایه خان، بدون رسمهای پوسیده. نشستم روی زمین. به یونس نگاه کردم و گفتم فکر میکنی اونجا چی میگن؟ دربارمون لبخند زد. مهم نیست. بذار هر چی میخوان بگن. ما با ترسامون نجنگیدیم که امروز دنبال تاییدشون باشیم. ما فرار نکردیم. ما نجات پیدا کردیم. و اون لحظه فهمیدم گاهی برای رسیدن به عشق باید از همه چی بگذری. از خونه، از خاک، از اسم، حتی از آرامشت. ولی وقتی به اون پناه کوچیک رسیدی، جایی که نگاه معشوق خالص و بی‌ادعاست، همه چی دوباره معنا پیدا میکنه. من نازگل، دختری که قرار بود قربونی یه رسم باشه، حالا فقط یه زن عاشقه، در کنار مردی که به جای تصاحب پناه هم داد. هیچ وقت اون شب رو فراموش نمی کنم. وقتی با یونس وارد اتاق حجله شدیم، قلبم مثل طبل میکوبید. نمیدونستم از ترس بود یا حس عجیبی که از لحظه‌ای که پام رو گذاشتم تو اون اتاق بهم دست داده بود. نور شمع روی دیوار میرقصید، ولی اون چیزی که چشممو گرفت جعبه کوچیکی بود که کنار رخت خواب گذاشته بودن. روش نقشایی حک شده بود که تا حالا ندیده بودم، شبیه خطهایی که توی کتابای قدیمی مادر بزرگ دیده بودم. کتابایی که همیشه میگفت نباید دست بزنی بهشون. یونس جعبه رو باز کرد. من فقط نگاه میکردم. از لحظه‌ای که درش رو باز کرد یه بوی تند و شیرین توی هوا پیچید. بویی که تهش یه چیز ناآشنا داشت. بویی که مغز آدمو سنگین میکرد. چشمام تار شد. خواستم چیزی بگم ولی زبونم خشک شده بود. یونس چند قدم عقب رفت. تعادلش رو از دست داد. بعد همونجا افتاد. چشماش هنوز باز بودن ولی نگاهش خالی بود. رفتم سمتش، صداش زدم، تکونش دادم. هیچ واکنشی نشون نداد، اما نفس میکشید. همون لحظه یه صدا توی گوشم پیچید. صدایی که انگار از دیوارا می اومد، یا شاید از خودم. راز این خونه است نازگل. حالا نوبت توه. و من دیگه نازگل اون شب نبودم. تا چشمم توی آینه افتاد انگار چیزی توی دلم شکست، یا شاید باز شد. تصویری که دیدم خودم بودم، ولی نه با همین لباس و همین سن. صورتم پوشیده شده بود با نقش‌های طلایی، موهام بافته بود به سبک قدیمی زنای کوهنشین و چشمام برق می‌زدن، همونطور که مادر بزرگ تعریف می‌کرد از زنهای قبیله وارن. تو آینه پشت سرم خان ایستاده بود، اما نه به شکل امروزش. ردایی پوشیده بود از پوست گرگ و گردنبندی از استخون. چشماش اونقدر سیاه بودن که انگار تهشون ته شب بود. آینه سنگین شد توی دستام، ولی نتونستم رهاش کنم. یه صدا توی سرم گفت به یاد بیار نازگل، تو دختر نسل سوم نگهبانانی. خونی تو رگاته که نه فراموش میکنه نه بخشش میده. تو انتخاب شدی که در بسته طلسم رو باز کنی. نفسم بند اومد. یعنی من یکی از اونا هستم؟ نگهبانا واقعا وجود داشتن؟
صدای خان توی گوشم پیچید بدون اینکه لباش تکون بخوره. نگهبانا هرگز نمردن، فقط خوابیدن و تو بیدارشون میکنی. نگاه کردم به یونس، هنوز بیهوش بود. یه قطره عرق روی پیشونیش نشسته بود، انگار داشت توی خواب می جنگید. اون چه ربطی داره به این؟ چرا باید یونس بخوابه؟ خان آروم گفت برای اینکه بتونی بری اون باید بمونه. سفر تو از این دنیا نیست نازگل. باید بری به جایی که خونت ازش اومده، به کوههای سیاوش. اونجا سنگ طلسم هنوز سر جاشه و فقط یه دختر از نسل شما میتونه لمسش کنه. احساس کردم زمین زیر پام داره حرکت میکنه، نه از ترس، از حقیقت. یه جور حس قدیمی، مثل اینکه این حرفا رو 1000 بار شنیده باشم. توی رویا، توی لالایی هایی که مادرم نیمه شب زمزمه میکرد. برگشتم سمت آینه. تصویر شروع کرد به لرزیدن. خان گفت حالا وقتشه. یا از همه چی دست میکشی یا حقیقت رو پس میگیری. و من بدون اینکه بدونم قراره چی بشه یه قدم به جلو برداشتم و افتادم توی تاریکی که حس میکردم به خودم تعلق داره. وقتی چشم باز کردم دیگه اتاق هجله‌ای در کار نبود. نه شمعی، نه یونس، نه حتی خودم به شکل قبل. زیر پام خاکی بود، نرم، داغ، انگار تازه آتیش خاموش شده باشه. هوا سنگین بود، بوی چوب سوخته و خاک ترس خورده. ایستادم، صدایی از دور می اومد، نوای زنی که چیزی رو زمزمه می کرد. صداش غریبه نبود، مثل صدایی که همیشه شبا قبل خواب از ته ذهنم می شنیدم، ولی هیچ وقت نمی تونستم بفهمم از کجاست. دنبالش رفتم پا به پا تو مه غلیظ. یه دروازه سنگی وسط دره ظاهر شد با همون علامتایی که روی جعبه اون شب حک شده بود. دست کشیدم روش، یه نور آبی از زیر پوسته سنگا جوشید و ناگهان همه چی شروع کرد به چرخیدن. تصاویر توی ذهنم فوران کردن. زنی با موهای سیاه و چشمای شرقی داشت کنار نوزادی می نشست و با دست خونی علامتی روی پیشونیش می کشید. نوزاده گریه نمی کرد، فقط نگاه می کرد. با یه نگاه جدی. اون نوزاد من بودم. صدا اومد از خود سنگا. نازگل، تو تنها بازمونده که نسل وارن هستی، نسل زنایی که دروازه ها رو بسته نگه می داشتن. ولی یکی از خودتون در رو باز کرد، خیانت کرد و از اون روز هر نسل فقط یه دختر باقی موند تا تو آخرینی. گفتم کی بود؟ کی خیانت کرد؟ سنگا سکوت کردن، اما آتیشی تو دل دره روشن شد. زنی از دل شعله ها بیرون اومد، همون زنی که روی پیشونی نوزاد علامت کشید. ولی حالا چشماش قرمز بودن، نگاهش از جنس انسان نبود. خدا گفت این آتشنگار خائنه، خواهر جد تو. دلشو داد به یه مرد از دنیای پایین. اون عشق پیمانها رو شکست. از اون روز درها لرزیدن. خواستم عقب برم. گفتم پس من چرا اینجام؟ چرا باید بدون یونس این راهو برم؟ پاسخ ساده بود، مثل ضربه‌ای توی قلبم. چون تو باید بین عشق و وظیفه انتخاب کنی. اگه راه رو ببندی یونس هرگز بیدار نمیشه. اگه راه رو باز بذاری این دنیا دوام نمیاره. و حالا من باید تصمیم بگیرم بین نجات جهان یا نجات تنها کسی که قلبم براش میزنه. همه چیز ساکت شده بود. فقط صدای نفسهای سنگین یونس که بیهوش روی زمین افتاده بود نشون میداد هنوز زنده است. زانو زدم کنارش، دستم رو بردم سمت صورتش. سرد نبود، ولی اون نگاهی که همیشه بهم مینداخت دیگه تو چشماش نبود. در اتاق یواش باز شد. بدون اینکه صدا کنه خان وارد شد.
سایش مثل یه حیوان تاریک روی دیوار افتاده بود. لبخند میزد، ولی نه از اون لبخندایی که آدمو آروم کنه. لبخندش سرد بود، دقیق حساب شده. گفتم نترسی نازگل، اون فقط خوابه، باید میخوابید. بلند شدم روبروش ایستادم. نمیتونستم ازش بترسم. نه، اون شب چیزی تو وجودم روشن شده بود، یا شاید خاموش. چرا این کارو کردی؟ تو اون جعبه چی بود؟ خان نزدیکتر اومد، دستی به شونم زد. پوست دستش مثل سنگ بود. اون مایعی که دیدی از یک گیاه خاصه، از دل کوههای سیاوش. اجدادت خوب میشناختنش. میدونی نازگل، تو فقط برای یونس نبودی. تو از اون خونهایی هستی که باید بیدار بشن و امشب شب بیداریه. گفتم من از هیچی نمیترسم، ولی این راهی نیست که انتخاب کرده بودم. خان خم شد، کنار گوشم گفت راه رو تو انتخاب نکردی، راه تو رو انتخاب کرده. بعد با دستش چیزی از جیب ردای بلندش در آورد، یا آینه کوچیک با قاب نقره‌ای داد دستم. از این لحظه تو باید ببینی همه چی رو. اگه بترسی اون دیگه بر نمیگرده. نگاهی به یونس انداختم. یه لحظه ترس افتاد به جونم، اما پشتش یه حس دیگه بود، قدرت. آینه رو گرفتم. تصویری توش افتاد که از خودم نبود. چشمایی که نور توشون می درخشید و پشت سرم خان، ولی نه به شکل امروزش. اون شب فهمیدم هیچ کس واقعا نمیشناسه من کیم، حتی خودم. اما حالا وقتشه بفهمم. اون لحظه که ایستاده بودم بین دو راه، یکی به دنیایی ختم می شد که میتونستم نجاتش بدم، راهی که از خون و ریشه هام می اومد، و یکی به چشمهای یونس، دنیایی که اگه نجات پیدا می کرد اما اون توش نبود برام ارزشی نداشت. دستم رو گذاشتم روی سنگ طلسم. صداها بلند شدن، زوزه باد، آتش، صدای اجداد، ولی قلبم آروم بود. من نگهبان نیستم، من عاشقم. و همون لحظه نور طلسم شکست. انگار 1000 سال طلسم با یه لمس ترک برداشت. همه چی لرزید و بعد تاریکی. چند سال گذشت. من و یونس زندگی ساده ای ساختیم، دور از ده، توی یک کلبه گلی وسط جنگل. یونس هیچ وقت چیزی از اون شب به خاطر نیاورد. فقط میگفت بعد از اون شب خوابام عجیب شدن. گاهی میگفت صدای زنی رو میشنوه که براش آواز میخونه. من لبخند میزدم و سکوت میکردم تا اون شب لعنتی که دوباره در زد. هوا سرد بود، ماه کامل. در رو که باز کردم ایستاده بود. خان، همون چشما، همون لبخند، اما یه چیزی توی صورتش شکسته بود. نازگل، اون کاری که کردی فقط راه رو بستی، قلب دنیا رو زخمی کردی. خواستم در رو ببندم، گفت ولی هنوز وقت هست. اگه بخوای میتونی درستش کنی. خندیدم. درستش کنم؟ با دادن دوباره اون یونسو؟ سکوت کرد. بعد گفت قلب تو دادی به یه آدم، ولی یادت رفت تو از نسل ما نیستی. از نسل اونایی هستی که نمیمیرن و اون دیر یا زود میمیره. چیزی تو دلم لرزید، نه از ترس، از حقیقت. گفتم بذار عمرش تموم بشه، ولی در کنارش، نه با یه دروغ دیگه، نه با بهایی که مال من نیست. خان رفت بی صدا، اما میدونستم این آخرش نیست. حالا هر شب که یونس خوابش میبره، من میشینم کنارش و طلسمی رو زمزمه میکنم، نه برای بیدار موندنش، برای اینکه خوابش از سایه ها دور بمونه، برای اینکه اون مردی که به خاطرش از همه چی گذشتم بدونه گاهی نجات دنیا یعنی نجات یه نفر و من همه دنیا رو باهاش دارم. من و یونس توی همون خونه کاهگلی دور از ده زندگی تازه‌ای ساختیم. یه باغ کوچیک، چند تا مرغ، یه بز پیر و یه دختر کوچولوی چشم روشن به اسم رویا.
اما زخم اون شب تاریک خواستگاری و فرار هیچ وقت کامل خوب نشده بود. یه عصر پاییزی وقتی داشتم با رویا تو باغ برگ جمع می کردم، صدای ناله اسب اومد. یونس از دور رسید، نفس نفس زنان، دستش خونی، صورتش خاکی. نازگل برگشتن، خان برگشته، این بار با ارتشی از تفنگدارا و آدمای تازه نفس. میخواد ده رو دوباره بگیره. زمینا، زنا، حتی پسرای جوون. احساس کردم دوباره قلبم داره از سینه بیرون میزنه، دوباره همون ترس لعنتی. اما این بار من دیگه اون دختر خام شب فرار نبودم. این بار یه مادر بودم، یه زن، یه عاشق زخم خورده اما ایستاده. با یونس برگشتیم به ده، اما نه واسه پنهون شدن، برای روبرو شدن. وقتی رسیدیم خونه کت خدا پر از جمعیت بود. مردا، زنا، حتی بچه ها، همه یه جورایی چشم به راه بودن. صدای مرد جوونی، پسر ننه سلیمه، وسط جمعیت بلند شد. تا کی باید از یه مشت تفنگدار بترسیم؟ تا کی باید دخترامون رو قربونی کنیم؟ نازگل فرار کرد، ولی مایی که موندیم چی؟ ما باید شرمنده باشیم یا خان؟ من با چادر سادم رفتم وسط حلقه جمعیت. صدای من بلند نبود ولی همه شنیدن. منم یکی از همون دخترها بودم، یکی که قرار بود تحقیر بشه به اسم رسم. ولی من فرار نکردم، من ایستادم. اگه امروز ساکت بمونیم، فردا نوبت دختر شماست، خواهر شما. اگه ساکت بمونیم، خونمون همیشه تو مشت خان میمونه. صدای یونس کوبنده بود. به جمعیت گفت اون روز من تنها بودم، ولی امروز ما همه با همیم. اگه یکی پا پیش نذاره همه فرو میریزن. کت خدا که همیشه خودش رو مطیع خان نشون میداد بلند شد. صداش بغض داشت. من شرمنده‌ام نازگل. اون شب سکوت کردم، اما امروز نمیذارم دیگه دختری تحقیر بشه. اون شب برای اولین بار مردم ده تصمیم گرفتن نترسن، با داس، با بیل، با سنگ. نه برای جنگ، برای شرف. صبح وقتی خان با سواراش وارد ده شد، با تفنگ فریاد زد کیه که از من نمیترسه؟ ده مال منه، زنا، زمینا، نونا، همه مال منه. نازگل جلو رفت. همون دختری که یه روز شبانه گریخته بود حالا محکم ایستاد. نه خان، دیگه کسی ازت نمیترسه. ده مال ماست. دخترها ناموس خودشونن، نه اسباب زور تو. دیگه تمومه. خان خندید، تفنگش رو بالا آورد، ولی درست همون لحظه پیرزن آبکشی که سالها لال بود سنگی برداشت و انداخت سمتش و بعد موجی از جمعیت. تفنگش افتاد. یکی از تفنگدارا پا عقب کشید، یکی دیگه گریه کرد. اونا از عشق نمیفهمیدن ولی از خشم مردم فهمیدن. خان با دستای بسته تو حیاط کت خدا افتاده بود. زیر لب ناله می کرد من برای حفظ نظم این کارو کردم. رسم من بود، حق من بود. نازگل با صدایی که حالا لرزش نداشت گفت نه خان، اون حق نبود، اون عادت ظلم بود و ما امروز شکوندیمش. ده آزاد شد، نه با خون، با اتحاد، با دلی که از عشق نترسید و زنی که پاش وایساد. و من نازگل دیگه اون دختر فراری نیستم. من صدای همه زناییم که یه روز ساکت موندن و حالا دارن فریاد میزنن ما هیچ کس نیستیم، اما به هیچ کس باج نمیدیم. اسم من رویاست و این اسم فقط یه اسم نیست، یه عهد قدیمیه. یادگاری از مادری که خواب هراسی رو شکست و پدری که با دلش جنگید. بچگیام با قصه خواب نمی رفتم، با صدای مادر می خوابیدم. وقتی می گفت یه روزی بود که شب دشمن ما بود، یه شب بود که باید فرار می کردم تا دختر بمونم، ولی وقتی به طلوع رسیدم فهمیدم من دیگه همون نازگل نیستم. اون موقع معنیشو نمیفهمیدم ولی صداش مثل لالایی روی دلم می نشست.
بابا همیشه کم حرف بود، ولی دستاش وقتی دستمو میگرفت میفهمیدم اون دستا یه شب تاریک زندگی رو بغل کردن و از مرز ترس گذشتن. حالا بزرگ شدم، جلوی آینه‌ای میستم که یه روز مادر با چادر گلبهیش جلوی اون ایستاده بود. به خودم نگاه میکنم و میپرسم من از کجا اومدم؟ و جواب رو توی چشمام پیدا میکنم از دل یه عاشق که هیچ رسم و قانونی نتونست خاموشش کنه. ده دیگه اون ده قدیم نیست، خانها نیستن، اما دخترها هنوز نیاز دارن قصه مادرم رو بشنون، نه برای گریه، برای ایستادن. منم حالا یه قصه گو شدم با صدایی که از صدای نازگل و یونس تغذیه کرده. وقتی شب میرسه کنار دخترای روستا میشینم، موهاشونو میبافم و آروم براشون میگم یه روز دختری بود که نخواست مثل بقیه باشه و به جای اینکه قربونی رسم بشه خودش رسم جدیدی ساخت، رسم عشق، رسم ایستادگی. و آخرش همیشه این جمله رو میگم، جمله‌ای که مادرم بارها زیر لب زمزمه میکرد: بعضی عشقا اگرچه از خاک شروع میشن اما به آسمون ختم میشن و من حاصل اون عشق آسمونیم. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودین. امیدوارم این داستان جذاب و عاشقونه و سراسر رمز و راز به دلتون نشسته باشه و از اون لذت کافی رو برده باشین. به زودی با داستان جذاب دیگه‌ای در خدمتتون هستم. لایک فراموشتون نشه. عاشقتونم. شب خوش.